او کسی که به شما قرض میدهد پول را از آب نگرفته، از برگهای درخت جمع نکرده، عرق ریختانده، زحمت کشیده، کار کرده، با صدها تحمل سختی و مشکلات پول رو به دست آورده. و وقتی تو به اون مراجعه میکنی که برادر عزیز، خواهر عزیز، برای یک مقدار قرض بدی، مریض دارم، مشکل دارم، امروز گرفتارم، در جای کارم بند مانده، او آدم به تو قرض میده، چرا در برابرش خیانت میکنید؟ چی گناه بزرگتر از این که شما به وسیله این عملکردتان چندین گناه را مرتکب شدید؟ طرف به شما اعتماد کرده، تو او را بی اعتماد ساختی. به شما امانت داده، تو امانتش ضایع ساختی. با او تعهد کردید، سر وقت وعده خلافی کردید. او علاقمندی به انجام کار خیر داشته، این عمل کرده شما سبب شده که او ابدا دوباره کار خیر انجام نده. او انسان خوشگمان بوده، شما او را تبدیل به بدگمانی کردید. تنها به چی؟ با وسیله نمی یک قرض گرفتنتان. امروز محتاج استی، کارید بند است، پریشان استی، آمدی با صدها چاپلوسی پیش خواهر و برادر مسلمان بسیار با اخلاق، متواضعانه، همین روش هست. متاسفانه والا صاحب مشکل دارم، اگر $1000 $2000 یک لگ افغانی، 50000 افغانی، 10000 20000 اصلا مهم نیست که مقدارش چقدر باشه، همین مشکل من اگر حل بکنی سید، خب چی وقت برمیگردونید پول؟ سید یک هفته بعد، یک ماه بعد، 2 ماه بعد، سید سر نمی ماده سید پول رو برمیگردونم. نمی تاریخ سید خودش انتخاب میکنه، سر نمی وقت ما پول رو سید برمیگردونم. 1 ماه قرض گرفته، 1 سال گذشته هنوز یادش نمیاد. 3 ماه قرض گرفته، والله که طرف میگه 3 سال است، هنوز یک پیام معذرت خواهی روان نکرده. والله فلانی ببخشین تأخیر شد. و بدتر از این چیست که برادر مسلمان به خواهر مسلمانی که با طرف قرض داده، حقی مسلم و شرعیش است، وقتی میعاد قرضم تمام شده، امروز میخوام میگه قرض مرا پس بدهید، به جایزی که از اون معذرت بخوای که والله ببخشید تأخیر شد، ببخشید من وعده خلاف شدم، ببخشید در حقتان ظلم صورت گرفت، ببخشید من شرمنده کوتاهی کردم، به جایزی که این گونه با او تعامل بکنی، برخورد بکنی، ببخشید یک مقدار دیگه هم به ما وقت و فرصت بدهید، نتوانستم سر وقت تکمیلش بکنم بیارم تحویل بدم قرضتانه، به جایی که این گونه تعامل بکنید، با او زشت رفتاری، بد اخلاقی، جنگ، دعوا شروع میکنه. یک دستن جواب میده برو قرض چی؟ یک عده میگه تو پولشی میکنی، تو که در خارج زندگی میکنی، یا تو که پولدار هستی ضرورت به پول نداری. تو به خدا این انصاف است؟ این اخلاق یک مسلمان است که طرف در اوج تنگ دستی دستت گرفته، در اوج